بود نبود، یک دهه بود. این دهه در کشوری قلمق ها بود. در این دهه زنی زندگی میکرد. این زن یک و یکانه پسری داشت. پسرش جوانی شوخ و چقان بود و سرنیچه داشت. وقتی که او سرنی می نواخت، تمام موجودات اطرافش به رقص می در آمدند. سرنیچه او عادی نه، سحرناک بود. در این سرزمین خانی ظالم حکمرانی می کرد. هر ماه از این دهه یک جوان بیدرک گم می شد. آدمان خان به دهه می آمدند و جوانی را گرفته به نزد خان می بردند و با همین دیگر کسی او را نمی دید. باره آدمان خان به خیمه همین زن آمدند. زن و پسرش در خانه می نشستند و زن نان می پخت. آدمان خان برای پسری یگانه زن آمده بودند. زن زار زار گریه کرد، اما علاجی نبود. او به کولوار پسرکش 3 نان را انداخت و جوان به نزد خان روان شد. جوان را به حجره خان تیله داده در آوردند. خان به جوان نزدیک شد و کاردش را از میانش گرفت. جوان ترسید. ترسیدی؟ نترس، موی سرم را بیتروش. جوان به کار شروع کرد. خان کلاهش را از سرش گرفت و جوان از حیرت در جایش شخ شد. خان در سرش شاخ کلانی داشت. جوان به خود آمد و موی سر خان را پاکیزه تراشید. خان خود را در آینه دید و خوشنود شد. اولی جناب، مزدیکارت در آن اون صندوق، چقدری که خواهی تلا بگیر، خوب مهنت کردی. جوان سرپوش صندوق را گشاده خواست ببیند که در آن چیست، ولی خان زود از پشت او آمد و جوان را به صندوق تله داد. جوان سرازیر به چاه چقور افتاد. در تگ چاه دریای سیرابی بود و موجهای آب جوان را به قعر خود کشیدند. کم وقت گذشت یا زیاد نمیدانیم، اما جوان چشم گشاده خود را در ساحل دریا دید. در ساحل استخوان‌های زیادی آدمان غرم خوابیده بود. جوان دانست که جوانهای دهه‌شان به کجا غیب می‌زدند. ناگاه از میان توده استخوان‌ها چیزی به جنبش آمد. جوان سخت ترسید، زیرا این ماری عظیم جثه‌ای بود که از چشمانش آتش می‌بارید. سرنیچه‌اش به یادش رسید و جوان زود به سرنی نوازی در آمد. های رقصید مار، های رقصید. ماری گرسنه به جوان نزدیک شد و جوان زود یک نان پخته مادرش را به دهان او انداخت. مار نان را فرو برد و مهربان شد. مرا به بالا برار مار جان، التماس کرد جوان. میبرم، جوانی خوب میتابی، گفت مار. مار به بالا جهید و جوان را به سوراخی رسانید.
جوان از سوراخی بیرون برآمد و خود را باز در روی زمین دید. از پیش جوان جنگلی انبوه برآمد. به راه برآمد جوان. ناگاه از کجای صدای نوله‌کشی گرگ شنیده شد. از پس بته ها گرگ کلان خاکستر رنگ بیرون آمد و به جوان حمله کرد. جوان از ترس زود به بالای درختی برآمد و سرنیچه‌اش را به دست گرفت. جوان سرنی می نواخت و گرگ می رقصید. مانده شد گرگ. خسته شد و از پای افتاد و از ضرب افتادن گرگ درخت لرزید و جوان راست به بالای شکم گرگ افتاد. دهان و دندان گرگ گرسنه دهشتناک. جوان زود از خلطش نان دویمی مادرش را برآورد و به دهان گرگ انداخت. راحت کرد گرگ. نان با مزه بود. سیر شد گرگ. مهربان شد گرگ. او جوان را به بالایش سوار کرد و از جنگل انبوه بیرون برآورد و به زمین گذاشت. در گرد و اطراف جانزاده نبود، اما یک خانه‌چه عجایب می ایستاد. در خانه‌چه باشد عجوز کمپیر ظالم زندگی می کرد. کمپیر از تیریز جوان را دید و سخت خوشنود شد. لقمه حلال با پای خودش آمد. شکمم گرسنه. جوان به کلبه نزدیک آمد و در را کوفت. دیو کمپیر زود خود را به صورت زنی مهربان در آورد و در را گشاد و جوان را به خانه‌اش دعوت کرد. با سر دسترخوان شین بچیم، گرسنه بودگیستی. جوان به سر دسترخوان نشسته بود که زن قرصک زد و جوان خود را در روی خرک دید. در روی علو دیگ کمپیر منتظر بود. بیبی جون اجازت ده باری آخر سرنیچه‌ام را نوازم، گفت جوان. خیر میلش، نواز. کجا می روی؟ دست و پایت بسته، هیچ جا رفته نمی توانی. جوان به سرنی نوازی در آمد. آواز موسیقی بلند شد و تمام اشیاهای خانه به رقص در آمدند. دیو کمپیر نیز خواه ناخواه به رقص در آمد. دست و پایهایش به او اطاعت نمی کردند. می رقصیدند و می رقصیدند. از حال رفت کمپیر. شل پر شد. 100 سال شد نرقصیده بودم. جوان آهسته گریختنی شد. ای ایستا با کجا؟ من گرسنه. جوان که گریختن میخواست زود نان سیوم مادرش را برآورد و به کمپیر داد. کمپیر نان میخورد و جوان با او سرگذشتش را با خان شاخدار نقل میکرد. کمپیر نان را خورد و مهربان شد. من به تو یاری میدهم، به نزد مادرت برمیگردی، گفت کمپیر. انا این جامه را بگیر. اگر آن را چپه پوشی پیر میشوی، پیری 80 ساله.
ولی اگر راسته پوشی جوان میشوی. جوان جامه را چپه پوشید و با موی سفید 70 ساله مبدل گشت و به دربار خان آمد. ایستا، تو کیستی؟ پرسیدند پاسبانها. من سرتروش، گفت جوان. آه تو با مادر کار، با پای خودت آمدی. پاسبانها زود جوان را به حجره خان درآوردند. خان او را نشناخت. البته آخر این پیرمرد ریشکی بود. از کجا او را خان می شناخت؟ جوان زود به کار سر کرد. سری خان را تازه تراشید. عالی جناب، خرسند شد خان. آن صندوق را دیدی؟ ربو از آن تلا بگیر، چی قدرکی خواهی. جوان صندوق را گشود و گفت واه تلاهای بسیار، واه چقدر تلا. خانی چشم گرسنه به حیرت افتاد و زود به نزد صندوق آمد. کنی تلا، کجا تلا؟ جوان باشد زود از پشت خان گذشته او را به صندوق تلا داد. خانی خسیس در تلواسه جان به ریشه او چسبید و جوان زود جامش را از تنش کشید و به جوان مبدل یافت و خان به قعر چاه افتاد. جوان زود جامه را راسته پوشید و به کودکی تبدیل یافت و آهسته از قصر خان برآمد. جوان به خانه‌اش برگشت. مادری جانش او را زنده و سلامت دیده اشک ریزان جوان را به آغوش کشید. اکنون آنها و اهل دیهه خوشبختانه زندگی می کردند و دیگر هیچ کس خان شاخدار را ندید.